салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. خب سلام و درود هموطنان عزیز بینندگان گرامی، در برنامه اینا قرار داریم در کانال یوتیوبی پیمان لایف و در کانال موقعی پیام تر. خب شما دعوت میکنم که در کانال یوتیوبی ما مبتلا شوید و در این نوار پسند رو مانید تا مردم بیشتری ما رو تماشا کنند. خب موضوعی که امروز انتخاب کردم یعنی موضوعی که نام گذاشتن نهضت فکری. خب شاید یگان نفهمید، یعنی دو گروه رو من متحد کردن نیستم. یعنی نهضت این کلمه عربی است میبخشید واژه عربی است که خب سلام و درود هموطنان عزیز. به من گفتن که با سبب تکنیکی صدا پس بوده است. امیدوارم که صدا خوب شده باشد و
اینک باز تکرار میکنم، ما در شبکه یوتیوبی پیمان لایف قرار داریم و در شبکه ماهواره پیام تیوی برنامه ما همین حالو مستقیما پخش شده ایستاده است. از شما دعوت میکنم که به کانال یوتیوبی ما یعنی پیمان لایف ابونه شوید و از دوستان و نزدیکان خود دعوت کنید که در تاجیکستان به کانال ماهواره ما پیوست شوند. چند ماه پیش ما در یک ماهواره دیگر بودیم که اون ماهواره خیلی دسترسی بیشتر در تاجیکستان داشت. متاسفانه اون رو مورد هجوم قرار گرفت از طرف مقامات و ما باز به همون ماهواره پیشترمون برگشتیم و خدا خواهد باز تلاش میکنیم که در ماهواره پیوست شویم که شما در آن همیشگی باشید. خب موضوعی که امروز انتخاب کردم یعنی نهضت فرانت خلقی. این چی معنا دارد؟ یعنی واقعهایی که اخیراً در ولایت مختار کوهستان بدخشان و نسبت دیگر نمایندگان جامعه مدنی در تاجیکستان فشار از سر گرفته شد، به آن مانند است که همین فرانت خلقی سابق از نو احیا شده ایستاده است و با همون شیوهی که با همون ضدیتی که همون روز و سالها بین مردم تاجیکستان برای انداخته شد، اینا باز میخوان به همون برگردن و امروز فشارهایی که بالای مردم بدخشان اینا پیاده کرده ایستادند اون فشارهایی هستند که ادامه همون جنگ شهروندی هستند و اون جنگی که ناتمام مانده بود، یعنی اون نیروهایی که از نگاه اینها سرکوب نشدند آخران سرکوب شده ایستادند به همین روز. و ببینید حاضر در تاجیکستان نسبت شهروندان تاجیکستان یعنی بازداشت های خودسرانه عملی میشوند و مردم تاجیکستان میگن که مثال فرض کردیم میگن فلانی هیچ حیبی ندارد و باز قسم میخورند و باز میگن که او یگان خائن نبود و او یگان به سیاست دخل نداشت و او نمیدونم چی نداشت و همین خیل یعنی حتی مکتوب های رو به رئیس جمهور و فرزند اهل بیتش می نویسند که خب فلانی فرض کردیم در یگان جنایت دست نداشت. منظور من چه است؟ ببینید یک گروه تروریستی از کدام نگاه یعنی ترور معناش چی است؟ یعنی دهشت افکندن. یک گروه تروریستی به خاطر چی دهشت می افکند؟ گروه تروریستی که فرض کردیم ضد کدام دولته، فرض کردیم در خب کدام منطقه دنیا نباشد، گروه تروریستی که ما و شما میشناسیم اونها بر ضد کدام ساختار یا دولت یا گروه دولت های خب جنگ اعلام میکنند و اونها میآیند و خب از نگاه منطق اگر بگیری فرض کردیم طالبا باید اصلا مثال فرض کردیم همون روز و ساعتی که سر قدرت نبودن باید می آمدند و از کارمندان ساختارهای قدرتی یا حکومت یا نمیدانم دیگر امنیتی ها ترور میکردن. در اصل ما میبینیم که اونها کمترین مشکل با همین ساختار داشتن. همین خیلی دیگر دولت اسلامی باشد کدام دیگر نباشد گروه تروریستی گروه انتحاری میآیند و با مردم کاردار میشن، یعنی با مردم ناوابسته از آنی که تو چه رقم آدم هستی، تو در دولت کار میکنی، تو در دولت کار نمیکنی، تو اصلا آدم یک کم بضاعت بیکاره هستی، تو دهقان هستی، همه آسیب پذیرن. مقصد تروریست هم مقصد دهشت افکن هراس افکن هم همین است که هر یک انسان باید به هراس داشته باشد، یعنی هیچ کس کفالت نداشته باشد که من
امینم. اگر همین گروه های تروریستی فقط نسبت مقامات های حکومتی و مقامات های قدرتی ترور میکردن، مردم عادی میگفت که خیلی من امینم، من در خطر نیستم چون که من در یگان جا کار نمیکنم. لیکن گروه های هراس افکن به خاطر همین تصادفی، یعنی به گفت روساس لچین موپرزم انتخاب میکنن خوب وایرشونه قربانیوشونه و همین خیل عمل میکنن. عیناً همین خیل دولت هایی که در سیاستشون تروریسم دولتی است، هراس افکنی دولتی است، اونها هم میآیند و نوابسته از آن که تو کدام قشر جامعه هستی، تو روزنامه‌نگار هستی، تو حقوق شناس هستی، تو حامی حقوق هستی، تو یک دهقانی، تو یک نمیدانم کی، تو جوانی، تو پیری، تو خانمی، تو فرق ندارد. یعنی همه جامعه باید خود را آسیب پذیر احساس کند. وضعیت اخیری که در بدخشان شد عیناً از همین کار شروع کردن. همه اون بازداشت‌هایی که در بدخشان هنوز هم ادامه دارد، هیچ کس در امان در این بازداشت‌ها نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که ترس و هراس در وجود هر یک شهروند جا داده شود و هر یک شهروند خود را در امان احساس نکند و نیاید و خب از طریق شبکه، از طریق دیگر نبیاید و یگان، یعنی تا این لحظه، تا همین واقعه اخیر خب نسبتا مردم خیلی آزادتر فکر و عقیدهشون رو ابراز می‌نمودن و اینا آمدن همه یعنی ترور رو بالای همه برابر بالای همه ترور کردن، یعنی دهشت هراس افکنی کردن تا که مردم اصلا نداند که با کدام اصول از کدام پرینسیپ اینها استفاده میبرند و کی برای اینا در کار است. و در اینجا میسازد بگویم که امروز در بسیار موردها یک برنامه پیش من درباره خب ادوکات دلیر امامعلی و عبدالله غربتی گپ زدم و امروز در تاجیکستان سود تاجیکستان این یک چیز است. سود تاجیکستان این یک نهاد زیرتابه مقامات قدرتی یا پروکراتور شده است و اصلا هیچ تفاوت ندارد که شخص عیبدار شونده ادوکات دارد، یعنی حمایتچی دارد یا نه، یا حمایتچی تا چه حد چه است، حرفه‌ای است. یعنی ما می‌بینیم در دولت‌های که یک وقتا تاجیکستان هم یک کمی آزادتر بود و در اون دوره ها ما می اومدیم و انتخاب میکردیم که از بین همین خب حمایتچی ها، از بین همین ادوکات ها کدامش حرفه‌ای تر است، کدامش کار من رو بهتر و خوبتر به پیش میبرد. ولی امروز باور کنید که امروز سود وجود ندارد. در تاجیکستان سود نیست. سودی که در آن ببینید عیبدار شونده خودش می آید و امراهای خود را حمایتچی شده در همون جا حمایتچی شده برای همون شریکانی که اونها رو تعیین کردن در جنایت شریک. یعنی من جنایتکار، دو شریک دیگر جنایتکار دارم، لیکن من خب معلومات یعنی تحصیلات حقوق شناسی دارم، یعنی دیپلم حقوق شناس دارم و اینا آمدن مرا در روزی
فقط در روز سود مرا تعیین کردن حمایتچی این دو رفیق من. و ببینید چونین حتی در دوره سالهای 37 که ما میگیم در دوره استالین چونین نبود. هر یک آدم چی داشت؟ ادوکات داشت، یعنی حمایتچی داشت و اون حمایتچی زندانی نبود. او حمایتچی امکان داشت که برای حمایت آمادگی گیرد و حمایتچی باید پیش از آن که در حد اقل در تاجیکستان همین رعایت میشد، اگر چی حمایتچی باید از روز اول بازداشت تا سود همراه باشد، اینا این را رعایت نمیکردن. لیکن هنگامی که به سود حاضر می شدی، یعنی برای نمایندگی از زیر حمایت در سود حاضر شدنی بودی، اینها به تو فرصت می دادن که با پرونده شناس شوی. یعنی اون پرونده سه کتاب می تواند، کتاب غوث می تواند باشد پرونده، و حمایتچی باید نه فقط حمایتچی، عیبدار شونده هم باید با پرونده شناس شود. یعنی مولت برای عیبدار شونده و حمایتچی جدا کرده می شود که اونها با پرونده شناس شوند و بعد از اون یعنی اگر حمایتچی در آزادی باشد، او می رود امان در پرونده شاهدها را باز خودش هم می بیند، یعنی به واسطه با شاهدها می تواند کار کند و او حمایتچی در آزادی بوده، او آزاد است و او استراتژی حمایت از زیر حمایتش را میکشد و از قرار اون اگر سود واقعی باشد. لیکن در تاجیکستان امروز سودهایی هستند که امروز اون نفرانی که ببینید در همین تاجیکستان خودمون و در سابق کشورهای شوروی، بچه شوروی، همین خیلی دیگر چیز هستند، بیمارخانه ها، یعنی حفظ الصحت. آدمی که فرض کردیم درد رگ گرفتار شد و معلوم است که دیگر او نجات نمی‌یابد، میروند پیش همون متخصص، او بعد میگه که فلان و بیمدان داره و یک گله بیزنس میکند، بعد حتی به جراحی میکند، میگه که این خیلی متخصص داریم و این خیلی خودش میداند که همین آدم زنده شو نیست، لیکن میاد تا آخر تمام پول ها رو، یعنی همون آدمی که نزدیکش همین خیلی دچار چنین بیماری است، او از همه واسطه ها استفاده میبرد که این رو نجات دهد و تمام داراییش رو میفروشد، خانه میفروشد، چیزی که نباشد میکند تا همین نزدیکش رو نجات دهد. عیناً همین کار را اینها با زندانی ها میکنند. عیناً همین کار را امروز دادگاه ها و پروکورورها با زندانی ها میکنند، در حالی که حتی همان ادوکات هایی که رسما لیسنس ادوکاتی دارن همشون زیر قنات اینها هستند. یعنی تا اون دمی که اونها برای مقامات چیز نباشند، یعنی قلعی نباشند، آدمایی به گفت ما تاجیکا اداب نباشند، آدمایی که مشکلزا نباشند برای همین مقامات، همونها عادتا صاحب لیسنس میشوند و این صاحب لیسنس ها کدام ادوکاتی را که در تاجیکستان نگیری اصلا در قصهش نباش که توی نمیگیری، چون که تصمیم درباره زندانی، مخصوصا همون زندانی های سیاسی، مخصوصا زندانی های سیاسی که امروز زیاده از 250 زندانی سیاسی بدخشانی در دستشون قرار دارند و
در اینجا تصمیم در بالاها گرفته شده است. تصمیم گرفته شده است و اصلا مشکل در انتخاب حمایتچی نیست، مشکل در انتخاب ادوکات نیست. در همون بالاها تصمیم گرفته شده است و من میشنوم که بعضی ها در تاجیکستان عموما از تجربه میدونیم که حتی از مردم رشوه میستانند و نوابسته به اونه که رشوه ستاندن باز آدم را نزدیک شما رو و حداقل اکثری جزا رو به او میتین، یعنی مکسیمال جزا میگیرد و باز برای مکسیمال جزا شما پول دیگر پرداخت میکنید به حیث رشوه. انا همین خیل امروز یعنی منظورم چه است؟ منظورم از همون گروه تروریستی که امروز سر قدرت در تاجیکستان است. این گروه تروریستی میاید به یگان دلیل، یعنی شما نجوید که فلانی یگان گناه نداشت یا یگان چیز نکرد. اینا در قصه گناه داشتن و نداشتن نیستن. اینا در قصه اونن که هراس افکنی کلی باشد، بازداشت زیادترین انسان ها رو بازداشت کنن. ببینید در بدخشان حقوق یعنی آمیون حقوق رو، یعنی اون کمیس 44 که اصلا کمیس 44 که برای از بوران، از همون بوران برآوردن حکومت تأسیس داده شد و با خواست حکومت با همکاری با این مقامات تأسیس داده شد. آمدن اونها را کردن اعلان، یعنی جزا عیب با اونا اعلان کردن که تشکیل گروه متشکل جنایی، یعنی همون آدمایی که یعنی زیایانی که آمدند و جمع شدند و گفتند که ما صد روی همین بی ترتیبی ها می شویم، اونا را آوردن کردن گروه متشکل جنایی و میخوان اونها را نه 2 نفر از اونها را 18 سال حکم کردن و این سنگین ترین حکم است برای این نفران. و خب این مقصد اساسی این هراس افکنی است. خب امروزها در تلویزیون بدخشان، مخصوصا تلویزیون بدخشان هنوزم برای سیاه کردن همین نفران ادامه میکند، کار ادامه دارد و این خود قضاوت کنید. آمدیم همه قضیه از 25 نوامبر شروع شد. 25 نوامبر یعنی با قتل گلبدین زیوبکوف شروع شد و همه تبلیغات حکومت بران شروع کرد که یعنی مسئله اساسی رو کنار ماند و آمد مسئله رو به مشکل با همون یعنی اون وقت می گفتیم که لیدران غیر رسمی، مشکل رو آورد با لیدران غیر رسمی و همه همین همون قتل گلبدین خیلی که سیف الله سفروف اعتراف کرد، قتل گلبدین به خاطر آن بود که
همین یعنی تشخیص دادن همین جنایتکاری. معنای این چی بود؟ یعنی قتل گلبدین به خاطر اون بود که در پی اون سر هرچی تیزتر همین چند نفری که برای اینها مشکل میتفتن، مشکل در منطقه میتفتن، اینا رو باید بازداشت میکردن و در کوتاه مدت دیدن که نه، اکثریت مردم اعتراض میکنن و اینا اومدن خب مسئله رو برای پراکنده کردن همین مردم شروع کردن به خب همه شروع کردن به نفاق انداختن بین همین مردم و در کوتاه مدت اینا باید مردم رو از هم پراکنده میکردن و اساس کار اینها برای پراکنده کردن مردم بود و آمدند و آخران کاری که کردند در ناحیه روشن به قتل عام مردم دست زدن و این رو هم برای چی روشن رو انتخاب کردن؟ به خاطر اون که روشن رو قتل عام کنند و به روشانی ها بگویند که نه، شما به خاطر جنایتکاران خاروخ هستید و اونها، یعنی این اونها عیبدار هستند که شما رو قتل عام کردیم و اونها از شما حمایت نکردند. یعنی همه این مقصد برای جدا کردن همین مردم بود و آهسته آهسته آمدند و امروز هم فشار و تعقیب و چیز بالای همین مردم به خاطر آن است که مردم باید هر قدر پراکنده باشد. مردم تاجیکستان، بدخشان نه، مردم کل تاجیکستان باید با همین هراس افکنی هرچی پراکنده تر باشد و با هم نباید و این متحدی مردم، یعنی متحدی مردم، اینا که وحدت رو جشن میگیرند، وحدت واقعی مردم برای اینها خوشایند نیست. وحدت واقعی مردم در نزد خود سوال میگذارد. اگر وحدت واقعی مردم بیاید، اگر مردم با هم دست به دست و با هم باشند، خیلی که از نوامبر تا مای مردم بدخشان بود و اینها خیلی نگران بودند و هر کاری کردند که بین این مردم نفاق اندازدند و همین دهشت افکنی را طرز برآوردن که مردم تاجیکستان، مردمی که تا همین لحظه خیلی رویه اعتراضیشون بلند شده بود، مردمی که خیلی خب با واقعا خیلی با وحدت آمده ایستاده بودند، اینا آمدند و خب این مردم رو به خاطر پراکنده کردن این مردم ماشین تبلیغاتی خود رو برای انداختن و آمدن امروز هم ادامه دارن برای مردم رو از یکدیگر پراکنده کردن و همون روز وحدتی که اینا میگن، اینا اصلا دشمن وحدت ملی اینا هستند. اینا نمیخواهند مردم وحدت متحد باشد، مردم وحدت واقعی داشته باشد، مردم رو پراکنده میکنند. همین شعارهایی که اینا میپرتویند حاضر در پی واقعه روشن و خاروخ، اینها در شبکه ها شعارهای میپرتویند، مردم تفریقه میاندازند و میخواهند بدخشانی ها رو از نام یک بدخشانی، یعنی همین چیزهای جعلی، همون فیک هایی که در شبکه ها هستند، اونها فیک های رو تأسیس میدن. اونها یک فیک گویا بدخشانی دیگر مردم دیگر مناطق تاجیکستان رو دشنام میکند و خیلی اونا باز این طرف، یعنی همه این رو همین مقامات میکنن. من از همه شهروندان تاجیکستان دعوت میکنم که ما باید همین رو بشناسیم و ما باید اجازه ندهیم که بین ما چنین نفاق اندازند و بیایند و در شبکه ها بیایند و
یکی چهارشنبه رو دیگر خیلی گوید، دیگرش نمیدونم کدامش رو، و مردم تاجیکستان رو با هم دیگر جنگ می اندازند و نمیگذارند که مردم متحد شود. مردم که متحد شد سوال پیدا می شود در مردم، سوال پیدا می شود که چرا در 30 سال استقلالیت ما هنوز از امین فرض کردیم چنین راه ها داریم، چرا در 30 سال ما هنوز هم چنین معاش ها داریم، چرا در 30 سال ما هنوز جای کاری نداریم، چرا در 30 سال سوال زیاد پیدا می شوند. برای همین وحدت واقعی ملی را اینها دشمن هستند و من از شما دعوت میکنم که خب اجازه ندهید که اینها باز برنامه رو که گفتم نهضت فرانت خلقی، اینا باز بیایند و همان به دو قسم جامعه تاجیکستان رو تقسیم کنند و بیایند و ما را با یکدیگر جنگ اندازند. از آن جایی که در شبکه ها میبینیم نیتشان محض همین است، مردم تاجیکستان را باز به 2-3 گروه تقسیم کنند و باز در بین ما جنگ اندازند و باز ما را به خون کشند. و من سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.